تقابل رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، هیجان امشب فوتبال اروپا. بریم به ریاض، جایی که دربی مادرید، دومین دربی این فصل مادریدیا در شهر ریاض عربستان داره برگزار میشه. نظرات خودتون رو در خصوص این مسابقه به من بنویسید و در طول این گزارش با من همراه باشید. همچنین میتونید نظراتتون رو در خصوص گزارش هم برای من بنویسید. موقعیت برای اتلتیکو، این ضربه از ساموئل لینو، واکنش بی‌نظیر از کپا آریزابالاگا، توپو به کورنر میفرسته. صحنه آهسته‌اش با هم ببینیم ضربه بی‌نظیر ساموئل لینو رو. ضربه کورنر رو باید بزنن بازیکن اتلتیکو. یرسا ضربه اول زده میشه و دروازه باز شد. ماریو هرموسو حساب کار رو 1-0 میکنه. تیر اول و شلیک اول و اتلتیکو مادریده که به سمت دروازه رئال مادرید میکنه. نظاره کنیم با هم گل اتلتیکو مادرید و یه ارسال بی‌نقص. ضربه سر تماشای ماریو هرموسو رفت گوشه دروازه رئال مادرید قرار گرفت. شد دیکته کرد روی هوا به مدافعان رئال مادرید که با هم فقط نظاره‌گر این گل بود و کاری از دستش بر نمی اومد. ارسال رو به جلو، گریزمن تک ضرب کار میکنن بازیکنای اتلتیکو مادرید، قشنگ کار میکنن بازیکنای اتلتیکو مادرید، با تعدادی بالا هم هجوم میارن به سمت دروازه رئال مادرید. یه موقعیت خطرناک، پاس به نقطه کور محوطه جریمه، میبره بازی رو به سمت چپ. فرلان مندی، رودریگو میبره برای وینیسیوس، پشت محوطه جریمه. لوکا مودریچ، والورده میکاره برای بلینگام، از راه دور ضربش رو میزنه، تو برخورد میکنه به مدافع مقابلش و کورنر برای رئال مادرید به دست میاد. لوکا مودریچ پشت توپ قرار گرفته، ارسالش رو انجام میده، بلند به تیر دوم و دروازه باز شد. آنتونیو رودیگر کارو به تساوی میکشونه. 1-1 مساوی. رئال تیمی نیست که به این راحتی ها وا بده. هیجان بازی حالا دو چندان خواهد شد. رودریگو دیپو، کوکه ارسال رو انجام میده داخل محوطه جریمه، ضربه سر موراتا، توپ جمع میکنه، میبرن برای فرلان مندی، پس برای فده والورده. وینیسیوس، پس خوب رودریگو داخل محوطه جریمه ضربش رو زد. نوبلاک رو مجبور به واکنش کرد و کورنر برای ببینیم ما قشنگ رودریگو، ضربه خوبش که بلاک با این واکنش توپو به کورنر فرستاد. بخوام به نظرات شما هم یه نگاهی بندازیم. سپر گفته که رئالیا خیلی خوب دارن بازی میکنن، کلا بازی با کیفیتی رو تا به اینجای کار از هر دو تیم مشاهده کردیم. فرلان مندی پشت محوطه جریمه میبره برای جود بلینگام، ساخته و پرداخته میشه. موقعیت برای گل دوم رئال مادرید، یه پاس عالی، گل دوم بی‌نظیر و فوق‌العاده از رئال مادرید. چیکار کردن این رئالیا اینجا؟ یه گل فوق‌العاده و قشنگ از رئالیا. شاگردان کارلو آنجلوتی نمایش فوق‌العاده رو برای ما اجرا میکنه. رئال مادرید 2، اتلتیکو مادرید 1. شرح گل دوم رئالیا رو مشاهده کنی، فوق‌العاده بود، تر و تمیز و خوشگل توپ رو فرستاد درون دروازه اتلتیکو مادرید. چه پاسی داد دنی کارواخال، فوق‌العاده داد پاسش رو دنی کارواخال. یه نمایش بی‌نقص، یه گل محشر از رئال مادرید. یه پاس در اون آلوارو موراتا، یرسا روی دروازه، گریزمن ضربه سرش، توپی جمع کرد کپا. کوکه، رودریگو دیپون، همکاری خوب بازیکن اتلتیکو مادرید، یه سر توپ قشنگ، سر توپ محو کننده. گریزمن این ورم گل محشری رو میبینیم از آنتوان گریزمن. شلیک بی‌نظیرش رفت و گوشه دروازه رئالیا آروم گرفت. 2-2 مساوی. هیجان بی‌نظیر این بازی غیر قابل وصفه. ببینیم ما هم چی کار کرد، به چه بلایی سر مودریچ و مندی آورد. گریزمن رو با پای غیر تخصصیش توپو درون دروازه رئال مادرید قرار داد. فوق‌العاده به توپ ضربه زد. شوامنی
مندی ارسال انجام میده. چقدر خوب دید رودریگو رو موقعیت برای گل سوم رئال. اونجا هر بلایی خواست سر مدافعان اتلتیکو مادرید آورد، اما تو با خوششانسی درون در ببینیم ما هم صحنه واسه سر توپ قشنگی که زد رودریگو. رودیگر اشتباه کردن بازیکنای رئال مادرید. ساموئل لینو خطرناک، لینو از کنار دروازه رئال مادرید اشتباه مرگباری رو داشتن مرتکب می شدن مدافعان رئال مادرید. دلیل کورنر شد با واکنش خوبی که اوبلاک به جا گذاشت. حالا بازی رو به جریان انداختن پشت محوطه. ضربه رودریگو ضربه کورنری که بعد بزنن بازیکن اتلتیکو. موقعیت داره خلق میشه برای اونا. یرسا روی دروازه، خیمنز روی هوا، موقعیت برای اتلتیکو که از کنار دروازه به بیرون رفت و تساوی این بازی رو به وقته اضافه خواهد بود. سپس ضربات پنالتی. رودریگو دیپو، ماریو هرموسو، ریکلمه، ارسال روی دروازه، برخورد توپ با رودیگر رو درون دروازه رئال قرار میگیره. توپ گل سوم اتلتیکو مادرید درون دروازه رئال مادرید قرار گرفت. یا باید تو صحنه آهسته دید که چه اتفاقی افتاد. دیگه ببینیم ما اینجا توپ خورد به رودیگر رو رفت درون دروازه رئال مادرید قرار گرفت. مزاحمت رو شاید موراتا ایجاد کرده باشه اینجا برای کپا که به نظر می اومد یه تاثیر داشته باشه، اما تو در نهایت با برخورد به رودیگر رفت و درون دروازه رئال مادرید قرار گرفت. رودریگو پاس برای وینیسیوس، وارد محوطه شده. وینیسیوس با سرعت خودش حرکت میکنه و ضربه‌شو میزنه. حالا در برگشته شد بلینگام، موقعیت داره برای گل سوم، نشد و حالا توپ درون دروازه قرار میگیره. جنگ ناتمام رئال مادرید و اتلتیکو مادرید ادامه داره. هیجان به بازی برمیگرده. 3-3 مساوی. چه فوتبالی رو داری میبینی. شبمون رو ساخت. یه شب فوق‌العاده رو برای ما دارن به تصویر میکشن. یه فوتبال تمام عیار، یه نمایش بی‌نظیر و فوق‌العاده. ببینیم گل سوم رئال مادرید و هر چی زدن به در بسته خوردن تا دنی کارواخال بیاد و اینطوری دروازه اتلتیکو مادرید رو فرو بریزه. شلیک به کورترین نقطه دروازه اتلتیکو، به جایی که هیچ کسی حضور نداره و نمیتونه روش تاثیر بذاره. 3-3 مساوی میشه این مسابقه. هنوز این جنگ ادامه داره. کنترلش خوب نیست اما توپ در اختیار رئالیا قرار میگیره. ابراهیم دیاز بازم مرکز رو به جلو از بازیکن‌های رئال مادرید. دیاز داخل محوطه، یه سر توپ قشنگ. این توپی از کنار دروازه به بیرون میره. ابراهیم دیاز برای تونی کروس. کاماوینگا، دو مرتبه تونی کروس. سعی دارن فضا رو ببندن بازیکن‌های اتلتیکو مادرید. ابراهیم دیاز باز رو باز کرد به سمت راست. دنی کارواخال خیلی خوب از یه بازیکن عبور میکنه. ارسال روی دروازه. خوسلو ناجی رئالیا میشه که میشه. گل چهارمو میزنه رئال مادرید. گل چهارمو میزنه. کهکشانی‌ها تو آسمون ریاض دارن میدرخشن. این نبرد رو اینجا میخوان تمومش کنن. تو وقتای اضافه و تو دقیقه 115 4-3 رئال مادرید. نظاره کنیم گل چهارم رئالیا رو. یه ارسال بی‌نقص، همه چی دست به دست هم داد تا تو برو درون دروازه اتلتیکو مادرید قرار بگیره. چقدر خوب دیدین دنی کارواخال خوسلو رو. فکر کنم تو به خود ساویچ هم خورد و رفت درون دروازه قرار گرفت. گل به خودی که اونور رودیگر زد و اینور پاسخش داد استفان ساویچ. چه دریبلی زد دنی کارواخال. تجربه خودش رو اینطوری و تو این دقایق به رخ میکشونه دنی کارواخال. 4-3 رئال مادرید. تموم نشدنی این نبرد. فوق‌العاده است این مسافه. دو تیم در اینجا نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا. بلندش بهره ببره در این ثانیه های پایانی این مسابقه. سزار آسپیلیکوئتا پرتابشو بلند داخل محوطه جریمه، موقعیت برای اتلتیکو مادرید. توپی که برمیگردونن حالا یان اوبلاک. کورس رفته باش ابراهیم دیاز خودشو به توپ میرسونه. دیاز
گل بعدی برای رئال. بله گل پنجم هم به ثمر میرسه. تو آروم آروم غلطید و رفت درون دروازه اتلتیکو مادرید برای بار پنجم قرار گرفت و تیر خلاصی بود در پیکره اتلتیکو مادرید در این مساف. 5-3 رئال مادرید فاتح دربی مادرید در کشور عربستان میشه با یه نمایش تمام عیار و بی‌نظیر. فوق‌العاده بود این مسابقه و دیگو سیمئونه که مهار ناپذیر بود این رئال. تیم وقته اضافه هستن رئال مادرید. اینجا یان اوبلاکی که کورس انداخت، چیزی هم واسه از دست دادن نداشتن و تیزهوشی ابراهیم دیاز و توپی که اینطوری درون دروازه اتلتیکو مادرید قرار میده. 5-3 شد بازی. 8 گل رو این مساف به خودش دید و وای به حال اونایی که این بازی رو از دست دادند. به نظر که سوت پایان بازی رو هم داور به صدا در آورده. برتری 5-3 رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا و فینالیست شدن رئالیا و باید منتظر بمونن رو ببینن یک شنبه شب چه تیمی قرار رو در روی اونها قرار بگیره.